سرباز تاجیک برای کشتن همخدمتش به 10 سال زندان محکوم شد، ولی خانواده قربانی به قرار دادگاه راضی نیست. دادگاه حربی ولایت ختلان روز 29 ایول یک سرباز قشون‌های سرحدی را برای کشتن همخدمتش به 10 سال زندان محکوم کرد، ولی خانواده سرباز هلاک شده از این حکم ناراضی‌اند. به گفته آنها در مرگ فرزندشان ممکن است که نه تنها همخدمت بلکه شخصان دیگر نیز دست داشته باشند. 4 ماه می شود که این خانواده در غم و ماتم است. سنت الله قادری سرباز 21 ساله ماه اپریل سال 2025 در یک دیدبانگاه مرزی بین تاجیکستان و افغانستان کشته شد. پس از مرگ او مادرش به بیماری گرفتار شد و حالت‌هایی می شود که از هوش می رود. حال عذابی که ما کشیدیم خدا در سر یگان انسان نیاره. سرباز اسدالله قربانov در دادگاه نظامی ختلان برای قتل همخدمتش گناهکار دانسته شده به 10 سال زندان محکوم گردید. پدر سنت الله میگوید که از حکم دادگاه راضی نیست و حتما به آن اعتراض خواهد کرد. خانواده قادیروف دعوا دارد که فرزند آنها از پشت تیر خورده است و شاید کسی دیگری بجز همخدمتش نیز در این حادثه دست داشته باشد، ولی دادستانی گفته است که سنت الله از پیش تیر خورده است و تنها یک نفر در مرگ او گناهکار است. من خودم میدونم که تیر قفاز دیگه نه که مرا وقتی آوردن دیگه گپ گفتن کاغذ دوادن و کدیم دیگه گپ جون منتظرم ده به هم خیلی دیگه اصلا ما مجبوریم هم قرض سر. والدین از دادگاه خواستند که پرونده دوباره تفتیش شود، اما این درخواست آنها رد شده است. آنها اینچنین میگویند که بعد مرگ فرزند از طرف مقامات حکومت زیر فشار قرار گرفتند. روز من نبودم، یک روز شنبه مقامات بالا اومدگن، نمیدونم کی بودگن، 5 نفر اومدگن اویلم فشار آوردگن، همون روز غلیگه این اوکل دورو رو نگاه یا پاکت این همین اوکل دورو این همین رو تو این کاغذای آنالیزش این یک نمیشه که کاپره همین رو ما برای همین گرفتگیم که نمره تلفنشون اومده زن مقصد هرچی دیگه ما خوک کندیم بچه تا دویم برو برآوردیم شد تا مقصد شد دامی ویدیو برآمد کده ایخی کده ما مجبور شدیم که دامی ویدیو کو برآمد کنیم برای که یگان مقامات های پایانی که گپی ما رو گوش نمیکنن. طبق اطلاعات ها دیده می شود که مرگ سربازان تاجیک در داخل ارتش تاجیکستان دیگر چیزی نو نیست. پیشتر هم حالت های بودند که سربازان در نتیجه تصادف یا مناقشه ها جان باختند. هرچند مسئولان همیشه میگویند که وضع در ارتش بهتر شده است، ولی تا حال بسیاری از پدر و مادران از شرایط بد خدمت و اذیت کشیدن نواسکران شکایت میکنند. آنها میگویند که فرزندانشان را لطکوب میکنند، تحقیر میکنند و فرماندهان به حالشان اهمیت نمیدهند. این گونه حالت ها در میان استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی سوال‌های زیادی را به میان آوردند که میگویند چرا چنین چیزها هنوز رخ می‌دهند، چرا کسی جوابگر نیست و چرا حیات یک سرباز که برای خدمت به وطن می‌رود چنین ارزان حساب می‌شود.